سلام. در بخش قبل شما رو مختصری با نرم افزار پرقدرت موشن بیلدر آشنا کردیم. در این بخش قصد داریم توضیحات تکمیلی در مورد بخش‌های جزء به جزء این نرم افزار به شما ارائه بدیم. از پنجره مهم و کاربردی ویو یا پرسپکتیو استفاده می‌کنیم. مثل نرم افزار دیگه چیدی، نرم افزار موشن بیلدر هم از دید پرسپکتیو به صورت دیفالت به صحنه آبجکت شما در واقع نظاره میکنه. ما میتونیم این رو از این حالت تغییر بدیم. اگه به تب ویو مراجعه کنید، از بخش ویو لی‌اوت شما میتونید فرم رو از حالت سینگل پین به 2 پین تغییر بدیم. همونجور که میبینید الان ما 2 حالت نمایشی داریم. میتونیم به فرم 3 پینز کار رو انجام بدیم، این تغییر رو انجام بدیم. حالا بسته به نوع تغییری که میخوایم، بسته به نوع دیدی که نیاز داریم، اینها همه قابل تغییر هستن. الان ما در واقع از دید فرانت، تاپ و پرسپکتیو فرم ایکس ری داریم آبجکتمون رو نگاه میکنیم. 4 پینز مثلا نرم افزار 3D Max به صورت دیفالت به صورت 4 پینز هست. من به فرم دیفالت قبل برمیگردونم. شما میتونید به صورت فول اسکرین صحنه‌تون رو ببینید. همونجور که میبینید فقط شما از منوی ویو آبجکت یا صحنه‌تون رو نظاره میکنید. با فشار دادن کلید اسکیپ به فرم قبل برمیگردیم. میتونیم از فرم ارتوگرافیک استفاده کنیم. همونجور که این ارتوگرافیک در واقع نوعی از ویو پرسپکتیو هست که در واقع نوعی از ویو هست که پرسپکتیو نداره و شما میتونید از دید فرانت، همونجور که میبینید هیچ پرسپکتیوی در واقع منظرم نیست و فرم های دیگه بک، رایت، لفت، تاپ و بادم فرم ارتوگرافیک رو نگاه کنید. شمانتیک است که ارتباط اجزای تشکیل دهنده رو به شما نشون میده به صورت شاخه بندی و زیر مجموعه یا هیرارکی. شما میتونید آبجکت یا صحنه‌تون رو از لحاظ زیر مجموعه بودن مشاهده کنید. کامرا سویچر هست که به دید کامرا برمیگردین که در واقع الان ما یک کامرا بیشتر نداریم، اونم به اسم پرسپکتیو هست و موارد دیگه‌ای که به تفصیل توضیح خواهیم داد. دکمه دیگه هست که با شورتکت شیفت وای هست میتونید ریدو ویو چنج رو انجام بدید. اگر تغییری توی ویو چنج انجام داده باشین رو میتونین با فشار دادن این دکمه به حالت قبل برگردونید. شورتکی شیفت و وای. فرم آندو هست که میتونید برگردید به حالت قبل. در واقع تغییرات ویو شما هم مثل فایل سیو میشه و میتونید به مرور به اون تغییرات نمایی برگردید. اگه دیفالت کنید که به فرم دیفالتی که در واقع نرم افزار هست اون رو برمیگردونه. فریم سلکتد یا شورتکی زد شما میتونید با انتخاب یک المان در صحنه و فشار دادن کلید زی یا رفتن به قسمت فریم سلکتد بلافاصله به اون آبجکتی که انتخاب کردید زوم کنید و مرکز توجه قرارش بدید. و فریم اوت که در واقع کلیت و موجودیت صحنه شما رو براتون توی فریم میاره. هر چیزی که توی صحنه شما داشته باشین رو در یک شات، در یک نما مشاهده میکنید.